بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سخنان ارزشمند مهمان گرامیمون جناب آقای مهندس اولیایی، مدیر کل فنی و حرفه‌ای، استفاده کردیم و هم به ایشان و هم به همکارانشون که به نماز جمعه شرکت کردن خوش آمد عرض میکنیم. دین اسلام یک دین بسیار وسیع است و الله تعالی در دین اسلام همه نیازهای دینی ما را، معنوی ما را و همه نیازهای دنیوی ما را در نظر گرفته است. دین رهبانیت و ترک دنیا نیست، بلکه دینی است که هم ما باید تشویق کرده که هم دنیا را بسازیم و خوب بسازیم و هم آخرت را بسازیم و زیبا بسازیم. هم در این دین توجه شده است به ساختن معنویت و درون و هم توجه شده در دین به ساختن برون و ظاهر و همه نیازهای بشری را دین اسلام در بر گرفته و در تمام زمینه‌ها بهترین راهنمایی میانه و معتدلانه را به ما ارائه فرموده است. دین وقتی که ما نسبت به اعتقادات دینی می‌خواهیم که بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که این دین اعتقاد هست و دین توحید و دینی است که در آن به ایمان توجه شده و خیال میکنیم که کل دین ایمان هست و اعتقاد بس، ولی وقتی که به اخلاق میریم خیال میکنیم که این دین تنها اخلاقه و انقدر به اخلاق و انسانیت توجه کرده دین اسلام، آیات قرآن و روایات حدیث، سیره مبارکه عن حضرت صلی الله علیه وسلم که ما خیال میکنیم همه چیز اخلاقه و اگر اخلاق باشه همه چیز است و اگر اخلاق نباشه هیچی نیست. و وقتی که به عمل کرد میریم و نگاه میکنیم و احساس میکنیم که دین عمل کرد درسته و تمام هدایات این دین احساس میکنیم که در بخش عمل کردن، اگر عمل کرد درست باشه دین هست، اگر نیست. و وقتی که بریم توی مسائل اقتصاد و مسائل معیشت و مسائل کار و مسائل مهارت آموزی، یاد گرفتن فن و حرفه و یاد گرفتن کار، وقتی ما بریم خیال میکنیم که این دین در کلن همین دین کار هست، دین تلاش، دین نشاط، دین حلال خاری هست و تلاش رزق و روزی، تلاش معاشه و بهترین عبادت همینه. وقت سیره مبارکه آن حضرت و زندگی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، سخنان زیبا و ارزشمند، هدایات رحمت للعالمین، وقتی که بررسی میشن و احادیث نگاه میکنیم به همین نتیجه میرسیم که این دین در دین اسلام کار ارزش داره
که آدم کار بکنه، از دست خودش روزی بخوره، محتاج کسی نباشه، نیازمند کسی نباشه، بره حرفه یاد بگیره، بره فن یاد بگیره، بره مهارت کسب بکنه و مهارت تعلیم بگیره، بره در بیاره، بخوره، بده به دیگران. وقتی به بخش تجارت و معامله میریم احساس میکنیم که دین اسلام چه اندازه تشویق کرده به تجارت، به کشاورزی و زراعت، به دامداری، به تمام مشاغل درست و صحیح، معاملات شرعی و معاملات صحیح ترغیب داده که برید روزی حلال در بیارید. همانطور که نمازش عبادته، اخلاقش عبادته، اعتقاد صحیح و درستش عبادته، معاملاتش همانطور عبادته. اگر کسی بره روزی حلال در بیاره برای خرج و مخارج خود و زن و بچه تلاش صحیح انجام بده، برای همین به او اجر میرسه، ثواب میرسه. مغازه‌دار به مغازه نشسته، تاجر تجارت میکند، کشاورز مشغول کشاورزیه، دامدار مشغول دامداریه، صاحبان فن و حرفه به کسب و کار مشغولن. کسی نجاری میکنه، کسی به برقکشی مشغوله، کسی لوله کشی داره و فنهای مختلف، عرفه های مختلف. همه عرفه ها اجر دارن، ثواب دارن. وقت صداقت باشه، وقت امانت داریه، وقت دروغ نباشه توی معاملات ما، وقت ما حقوق مردم رعایت کنیم و وقت سر کارمون هستیم، وقت نماز بیاید نمازمون ادا بکنیم، فریضه مون ادا کنیم، اخلاق اسلامی را در معاملاتمون رعایت بکنیم، صداقت، امانت داری و وفا به عهد، وفا به وعده، به قراردادی که میبندیم، وقتی اینها را ما رعایت میکنیم، لہذا همه اینها اجر دارن، همه ثواب دارن. و او حدیث یادمون هست که حضرت فرمودن التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. ما خیال میکنیم که همراه با نبی ها، انبیاء علیهم السلام چه اعمال بزرگ نیاز داریم که با انبیاء همراه باشیم روز قیامت، با جماعت صدیقین، با جماعت صالحین، شهدا. و حضرت می فرمایند اگر در تجارت امانت داری رعایت بشه و صداقت همراه باشه، تاجره، این تجارت انقدر ارزش پیدا میکنه و این تاجر انقدر ارزشمنده که روز قیامت با پیامبران همراهه، با صدیقین همراهه، با انبیاء همراهه، با شهدا همراهه. معیت این بزرگان نصیب اوست. روحین عزیزان من، این دین اسلام ترغیب داده ما را که بیکار نباشیم، نخوابیم. حالا یک بلا و آفتی افتاده که مردم شبها بیدارن، بسیاری از جوانان عزیز ما و روز خوابان، در حالی که شب را الله تعالی برای خواب آفریده، روز را برای معاش آفریده. و جعلنا النهار معاشا فرمودن و جعلنا اللیل لباسا. شب لباس هست، شب برای استراحت و بهترین فرصت برای آرامش. شهر خاموش میشه، سر و صداها همه سکون پیدا میکنه و بهترین آرامش در شب و استراحت در شب در مسیر فطرت است، نه استراحت روز. حالا یکی مریضه خوابش نمیبره چیز دیگر است، یکی شیفت داره شبها کار میکنه، این چیز دیگری است. ولی نباید روز کسی بخوابه که کارم نداره نخوابه، بره تلاش کنه، بره بیرون، خدا به او روزی میده.
بره توی همین خیابانا بگرده بهتره از اینکه توی خانهش بخوابه. و الله تعالی برای او کار برابر میکنه، کار به او عنایت میکنه. ولهذا روز برای کاره و الله کار دوست داره. بیکار نباشید، بار بر جامعه نباشید، یار جامعه باشید، جامعه را کمک کنید. چقدر این فنی حرفه‌ای چند از حیاتی واقعا مهمه، چند از تاثیر گذاری که به ما فن یاد میده، به ما حرفه یاد میده، به ما کار یاد میده، به ما شغل که در جامعه نیازن. چرا مردم از داخل ایران بیاین اینجا در استان ما برای کار، بیاین زاهدان، بیاین توی شهرستان چابهار برن؟ خب ایرانیان هموطن ما، بیاین مشکلی نیست، ولی ما باید کار یاد داشته باشیم. اگر ما بنایی بلد نباشیم، نجاری بلد نباشیم، لوله کشی بلد نباشیم، برکشی بلد نباشیم و حرفه های دیگر مورد نیازا، بالاخره از جای دیگه میآیند مشغول میشه اینجا، خوب مشغول بشن اینجا نان بخورن، اما مردم ما بیکارن و موجودن چون کار بلد نیستن، بی شغلن. شغل یاد بگیرید، کار یاد بگیرید، چندین مهارت یاد بگیرید، نه یک مهارت که در هر زمینه به شما کار برسه شما بتوانید. ساختمان هستن، گچبریه، گچه، بطلکاریه و همه انواع کارها که یک ساختمان وقتی انجام میگیره، دهها کار در یک ساختمان وجوده، در یک پروژه. برقش، لوله کشیش و لوله گاز با جدای درب و پنجره و بالاخره یک پروژه، حالا دولتی باشه، شخصی باشه، چندین حرفه نیاز داره، چندین مهارت نیاز داره، چندین کار نیاز داره. یک مسجد را بسازید، چند از کارها و مشاغل در اونجا موجودن. مردم محل، مردم استان، مردم زاهدان بالاخره این فنی حرفه‌ای را فرصت بدانند، برن حرفه یاد بگیرن، برن کار یاد بگیرن، برن شغل یاد بگیرن. یک روزی اگر پول کلانی داشتند و امروز ندارن، معنیش نیست که توی خانه بشینن. برن یاد بگیرن، یک کاری انجام بده. انسانای هوشمند، انسانای عاقل اگر یک روزی داشته و امروز نداره و شکسته شده است، میره دنبال شغل. همانطور که مرغان، پرنده ها میروند دنبال روزی و الله به اونها روزی میدن. مایه ها در دریا در تلاش روزی هستند. پرنده ها، چرنده ها، حیوانات دنبال روزی هستند. دام ها و وحشی ها همه دنبال روزی هستند. الله روزی میده هر کسی که در تلاش روزی بیفته. خدا شما روزی میده. خانه ننشینید. خانه مناسبه برای زنان که بشینند، در خانهشان بچه ها را نگهداری میکنند، خانه را نگهداری میکنند. زنان خانه‌دار مناسبه که در خانه بشینند. شما مردید، شما جوانید، برو دنبال حرفه، برو دنبال کار، بیکار نگرد. جوانانتون را دریابید مردم عزیز. امروز بسیاری آلودگی ها در شهرمان، در استان ما موجوده. بعضی آلوده شدن با مواد مخدر، با مشروبات الکلی، با دیگر کارهای خلاف شر و خلاف انسانیت که مضر برای انسانیت. مواظب باشید جوانایتون نرن با افراد همراه بشن که چرس میکشن، تریاک میکشن، کارهای خلاف میکنند، خودشون را نابود میکنند، به خودشون ضربه میزنند، کریستالیان. جوانان شما برن با کسانی که مسئول حرفه هستند، حرفه
بیاموزن، برن کار بکنن. با کسانی که صاحب فنن، حرفن، کارن، برن شاگردی اونها را بکنن، با اونها همراه بشن. این مایه افتخاره، این مایه خوشحالی جوانان شما. برن دانشگاه درس بخونن. باز شدن مدارس و دانشگاه زیاد دور نیست. برن حوزه ها درس بخونن، قرآن یاد بگیرن، قرائت و تجوید یاد بگیرن، علم دین یاد بگیرن، علم شریعت یاد بگیرن، قرآن حفظ بکنن. بعضی را خدا حافظه داده، ذهن داده، زود میتوانن قرآن حفظ بکنن. جوانان عزیز ما برن ورزش بکنن. تربیت بدنی برای جوانان حیاتی و مهمه. برن در این تیم‌های مختلف شامل باشن، برن رتبه کسب بکنن، برن نام کسب بکنن. برای استان ما، برای جوانان استان، مردم استان ما، جوان خودکشیه، نابود کردن خود سوزیه. اگر جوان بره چسب بکشه، جوان بره تریاک بکشه، جوان بره معتاد بشه، زشت و بده. الان بسیاری هستند جوان که ماشاءالله اینجا قرآن میخوانن، اینجا مسجد حضور دارن، تشکیل میشن با جماعتهای تبلیغی که برای جوانان حیاتیه. و ما توصیه میکنیم که به جوانان برن به جماعتهای تبلیغی تشکیل بشن، قرآن بخوانن، به علما مراجعه کنن، مساجد، مکاتب. این برای جوانان عزته. اما الان بسیار قاتل زیاد شده. بعضی از افرادن که به هر حال اگر با هم حرفشون تند میشه و کشیدگی پیدا میکنه، بلافاصله در میاره، چاقو در میاره از لباسش، از بدنش، و تفنگ در میاره. از این کمرشکنهای کوتاه توی لباسشون دارن یا ماشینشون داره، همراه بلافاصله کمرشکن در میاره، تیراندازی میکنه. گاهی در این تیراندازی که ساجمایان ببینید 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر زخمی میشن و بعضی کشته میشن. این مایه افته برای جامعه ما، مایه سقوطه. بعد از شرک و کفر هیچ گناهی به اندازه عزیزان من کشتن مردم نیست. قتل بدترین گناهه و سنگین ترین گناهه و زشت و بده. خدا نکنه خون مردم بر گردن ما باشد، در حالی که فرمودن اگر همه مردم دنیا در یک قتل مشارکت داشته باشند، همه را الله به جهنم میبره، همه را به جهنم میبره. لحظه عزیزان این حرفهای شکسته ما را توجه کنید. جوانان عزیز، شما جوانان خوبید، شما مردم خوبید، شما حرف گوش میکنید و به حرف عمل میکنید. الله به شما و به بنده توفیق عمل عنایت بکنن. یادداشت دادن که فردا آخری قافله سیستان و بلوچستان که راهی حرمین شریفین، امروز قافله رفتن. 3 روزه که ما پرواز داشتیم به جده و فردا آخری پروازه. به حجاج گرامی توصیه منانه که بالاترین توشه و بهترین توشه حجاج تقوا هست. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا واتقون یا اولی الالباب. تقوا بهترین توشه، یعنی پرهیزگاری، پرهیز از همه گناه، پرهیز از همه منکرات. ایام حج و همه احرام میبندن، زنان از همه دنیا میآیند، زنان و مردان زیبای دنیا آنجا ظاهر میشن و بنا به دستور شریعت احرام میبندند و چهرهشون ظاهره. حفاظت چشم ها از بزرگترین تقوای.
و تو این راز همه گناه حفظ کنید خودتون را، مخصوصا چشم حفاظت کنید، گوش و زبان از گناه حفظ بکنید، همه بدن حفظ کنید، تهمت نگید، غیبت نکنید، گناه انجام ندید. و تزودوا فإن خیر الزاد، سوال نکنید، همه نیازایتون حتی سوزن بردارید. تو این سفر صحابه وقتی که همون دره و صوتی که حیوانا میزدن وقتی افتاد پایین، صحابی خودش آمد برداشت. و سوال میشه اگر من بگم کسی رکینه به من بده، از سوال خیر دوری، مخصوصا توی حج سوال انجام نگیره و سعی بکنید. حجاج گرامی که از همه گناه پرهیز بکنند، یک سو باشند، همه چیز فراموش کنند جز حج، یعنی کسب و کار و معاملات و تجارت و همه را بسپارند به الله. و حجاج مثالشون مانند مرده است که کفن به تن میکنه و لبیک اللهم لبیک میگویند. مرده هم آخری کلمه اش لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگه. کلمه توحید و شهادت به زبان جاری میکنه. حاجی تلبیه که هم توحیده به زبان جاری میکنه و به سمت الله میره. همه را الله مساوی میاره، همه دمپایی، همه لباسای غیر دوخته به تن دارن، سر برانه پا برانه به برگ الله میآید. و این یک عمل بسیار بزرگه و ما امیدواریم که الله تعالی حج به برگای خودش قبول بفرماید و به حج امسال الله تعالی یک ویژگی و خصوصیت خاصه بده که مشکلات جهان اسلام حل بشه، معضلات مسلمانان در دنیا حل بشه. و توصیه من به حجاج گرامی استان آن است که و کشور آنی که دعا کنند برای کشورمان، برای اسلاممان، برای مسلمانان، برای همه دنیا و بشریت دعا کنند. خصوصا حجاج عزیز استان دعا کنند انشاءالله برای استانشون که الله استان آباد بکنه و از گزندها و آفتها الله تعالی حفظ بفرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.